دماهای خیلی پایین باعث خسارت سرمازدگی میشن، اما چه باغاتی بیشترین آسیب رو میبینن. دماهای پایین تر از آستانه تحمل گیاه میتونه بدون یخ زدن هم باعث آسیب به گیاه بشه، اما خسارت شدیدتر زمانی رخ میده که بلورهای یخ درون سلولهای گیاهی تشکیل بشن و این باعث میشه که دیواره سلولی تخریب میشه و سلول به طور کامل میمیره. آب توی دمای 0 درجه یخ میزنه، ولی اگه یه سری ناخالصی هایی توی این آب میان بافتی وجود داشته باشه، آب تو دمای بالاتر از 0 درجه هم میتونه یخ بزنه که یکی از باعث های این ناخالصی ها به خصوص در مورد هسته‌داران باکتری به نام سودوموناس سیرینگه هست. پس سرما باعث خسارت میشه، ولی حضور این باکتری خسارت و آسیب رو چندین برابر میکنه و این همون باکتری عامل شانک روی تنه درختان هست. باغاتی که سمپاشی زمستانه نشدن یا حتی بعد از اون از ترکیبات ضد باکتریایی استفاده نشده بیشترین خسارت رو میبینن و همیشه تاکید داریم که بعد از برداشت محصول از نیترات کلسیم و سولوپتاس استفاده بکنید. به خاطر همین روزا بود پتاسیم برای تغلیظ شیره گیاهی و کلسیم برای افزایش استحکام دیواره سلولی. و در نهایت یادتون نره، یار و رفیق همیشگی گیاه در انواع تنش‌ها اسید آمین است.